به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید؟ دونالد جی ترام نویسنده کتاب و خانم الهام شریف مترجم این کتاب هستند و انتشارات نسل نور اندیش در سال 1390 این کتاب رو که در حوزه کسب و کار و بازاریابی هستش منتشر کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاهی رو در ابتدای کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. مادر تمام نصایح. درباره هر کاری که میخواهی انجام دهی هرچه میتوانی بیشتر بیاموز. فرد ترام، پدرم. در دنیای تجارت هر کسی آزاد است که بجنگد، تصاحب کند و برنده شود. در این نبرد شما یا بالایید یا پایین. اختیار با خودتان است که بالا قرار بگیرید. آلیس فود مکدوگال. و موفقیت در تجارت یکی از مسحور کننده ترین هنرهاست. کار کردن هنر است، پول ساختن نیز هنر است و کار پردرآمد بهترین هنرهاست. اندی وارهول. اما کتاب رو شروع می‌کنیم با گفته‌های زیبای آقای ترام در مورد ثروت. در دنیایی که بیش از 6 میلیارد تن جمعیت دارد، فقط 587 بیلیونر وجود دارد. این یک باشگاه بسیار اختصاصی است. آیا دوست دارید به ما بپیوندید؟ البته احتمال موفقیت شما 1 در 10 میلیون است. اما اگر مثل 1 بیلیونر فکر کنید، این احتمال اندک نباید شما را ناامید کند. بیلیونرها به فرصت‌ها یا موانع اهمیت نمی‌دهند. ما به معقول بودن، به اینکه مردم چه فکر می‌کنند، چه چیزی متعارف است و یا چه چیزی انتظار می‌رود، فکر نمی‌کنیم. ما پیرو شهود و بینش خود هستیم و اهمیتی نمی‌دهیم که دیگران آن را ابلهانه یا احمقانه تصور کنند. این همان چیزی است که کتاب حاضر می‌خواهد به شما یاد بدهد. چگونه مثل 1 بیلیونر فکر کنید؟ حتی اگر شما بتوانید 10% از پیام این کتاب را بگیرید، باز هم فرصت مناسبی برای بیلیونر شدن خواهید داشت. من در کتاب قبل چگونه ثروتمند شوید بعضی از فنون مورد علاقه خود را برای راه انداختن تجارتی پرسود و جهانی شدن با مردم قسمت کردم. این کتاب را به عنوان دومین قسمت گفتگوهای میان خودتان و ترام در نظر بگیرید. من به خداوند ایمان دارم و معتقدم که همه جا و درون ما جا دارد. من دوست دارم هر تصمیمی که میگیرم و هر کاری که انجام میدهم آن روزی که قرار است به اتاق آخر خود در آسمان بروم پاداش خوبی نصیبم شود. دوست دارم روزی که به دستور او برای همیشه از اتاق زندگی خارج می شوم به بالا و به بهشت بروم، نه به پایین و دوزخ. برای بیلیونر شدن باید همه جزئیات را در نظر داشته باشید و بدون اینکه خداوند در کنارتان باشد نمی توانید به این توانایی برسید. من حتی یکی از کارهایم را نیز نمی توانستم با راهی غیر از این به پیش ببرم. وقتی با یک پیمانکار حرف میزنم یا برای بازبینی کارگاهی میروم یا برای رونق بخشیدن به کاری برنامه ریزی میکنم، هیچ امر جزئی یا نکته‌ای آنقدر کوچک نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. من حتی سعی میکنم تمام چک‌هایم را خودم امضا کنم. به عقیده من هیچ چیز بدتر از امضای رایانه‌ای یا امضای از طرفه نیست. وقتی شما خودتان یک چک را امضا می‌کنید، می‌بینید که برای چه کاری چقدر پرداخت می‌کنید و از طرفی گیرنده یک چک نیز وقتی امضای شما را پای چک می‌بیند متوجه می‌شود که مراقب او هستید و خدای ناکرده کمتر می‌تواند سرتان کلاه بگذارد.
چون می‌داند شما در جریان همه جزئیات قرار دارید. من با دیدن پدرم فرد ترام یاد گرفتم که چطور میتوانم مثل یک بیلیونر فکر کنم. او بزرگترین مرد زندگیم بود و بیشترین تاثیر را در زندگی من گذاشت. درباره خانواده من مطالب زیادی نوشته شده است. نویسنده‌ای به نام گوندا بلیت 12 سال از عمر حرفه‌ای خود را صرف نوشتن سرگذشت خانواده ترامپ کرد. ترامپ ها سن است که یک امپراتوری را ساختند. خانم بلیر شجره‌نامه ما را تا سال 1608 نیز دنبال می کند. به این ترتیب که وکیلی آلمانی به نام هانس درامپف در شهر کالستاد واقع در 64 کیلومتری غرب رودخانه راین سکران می‌گزیند. به نوشته بلیر یکی از پیشینیان من نام فامیل ما را در اواخر سنه 600 به ترام تغییر می‌دهد که گمان می‌کنم حرکت بسیار خوبی انجام داده است، چون برج درامپف به راحتی در دهان نمی‌چرخد. پدر بزرگ من فریدریک اولین ترامپی بود که به امریکا آمد. مانند بسیاری از پیشگامان صنایع بزرگ، او نیز از خانه و خانواده خود فرار کرد، زیرا نمیخواست تا آخر عمر در کسب و کار کوچک خانوادگی بماند. یکی از دوستان مولتی بیلیونر من، جان آر سیمپلات، مزرعه خانوادگی خود را به این علت ترک کرد که نمیخواست تا زنده از در مزرعه شیر بدوشد. او تصمیم گرفت مزرعه سیب‌زمینی پرورش دهد و عاقبت به یکی از بزرگترین عرضه کنندگان سیب‌زمینی برای رستوران‌های مکدونالد تبدیل شد. بله، او بیلیون‌ها دلار پول خود را از سیب‌زمینی سرخ کرده به دست آورد. یک راه فکر کردن مثل میلیونرها این است که به اطراف نگاه کنید و به خود بگویید تصور نکن مجبوری فقط آن چیزی را بپذیری که در دست‌هایت می‌گذارند. پدر بزرگ من آرایشگر و نیز صاحب یک هتل و یک رستوران بود. او از نیویورک به سیاتل و سپس در دوران تب طلا به آلاسکا نقل مکان کرد. در آنجا معدن‌داران را در بزرگترین رستوران شهر به نام آرکتیک ملاقات می‌کرد و به آنها طلا می‌داد. متاسفانه او ذات‌الریه گرفت و زمانی که پدرم پسر بچه‌ای بیش نبود جان سپرد. پدرم هیچگاه درباره او یا دیگر اعضای خانواده ترام زیاد حرف نمی‌زند. فرد سی ترام از آن دسته پدرانی نبود که ما را به سینما ببرد یا در پارک شهر با بچه‌هایش شطرنج بازی کند. او بهتر از آن پدرها بود. در عوض ما را به یکی از باشکوه‌ترین ساختمان‌های محله بروکلین و کوئینز در نیویورک آورد. او می‌گفت خودتان را برای کار آماده کنید و ما آماده بودیم. او هرگز سر ما فریاد نمی‌کشید و ما را تنبیه نمی‌کرد، اما جدی و کمی دور از دسترس بود تا آنکه من برای کار کردن پیش او رفتم. آن وقت بود که به راستی پدرم را شناختم. دیدم که با پیمانکاران و مشتریان چطور معامله می‌کند و چگونه از هر فرصتی بهترین بهره را می‌برد. پدرم اعتقاد داشت که باید ملک یا زمین دیگری به املاک خود اضافه کند. او در بروکلین اولین کسی بود که پارکینگ را به خانه‌ها اضافه کرد. پدرم همچنین می‌توانست مجلس گرمکن بسیار خوبی باشد، چون صفحه اول روزنامه‌های بروکلین را به فعالیت‌های خود اختصاص داده بود. او مرتب آگهی‌های تبلیغاتی می‌داد و برای هر تجارت جدیدش افتتاحیه بزرگی برپا می‌کرد. هنر او در ترقی کردن و جنجال راه انداختن به من هم سرایت کرد، اما ما هرگز درباره آن حرف نمی‌زدیم و تا امروز نیز فکر نمی‌کنم این هنر نقشی در موفقیت پدرم یا من داشته است. ما موفق شدیم زیرا یاد گرفتیم چگونه بهترین ساختمان‌ها را در بهترین منطقه و بهترین موقعیت بنا کنیم. پدرم به من نشان داد که چطور برای اجرای نقشه مطابق با بودجه و زمانبندی با سیاستمداران و اتحادیه‌های زیربط بجنگم. بعدها وقتی یک ساختمان بنا می‌شد و موفقیت بزرگ دیگری به دنبال داشت، همه می‌گفتند
دونالد پسر، عجب پیشرفتی، عجب شانسی، در حالی که بخت و اقبال هیچ نقشی در این موفقیت نداشت. پدرم همیشه به من اعتماد داشت. او 50 سال تجارت کرد، اما هرگز اجازه نداده بود کسی در شرکت به جای او چک‌هایش را امضا کند تا اینکه من وارد کار شدم. بی هیچ شکی او به توانایی من اعتماد داشت. اعتماد او نیز موجب تقویت اعتماد به نفس غیر متزلزل من شد. اوایل دهه 90 که بازار ملک و املاک سقوط کرد، من در بدترین وضعیت قرار داشتم و میلیاردها دلار مقروض بودم. از سوی دیگر همسر سابقم ایوانا، وکلایش و نیز صدها بانک آماده بودند تا از من شکایت کنند و حسابی حالم را جا بیاورند. پدرم به من میگفت که هیچ شکی ندارد اوضاع رو به راه خواهد شد. او مدام میگفت تو پادشاهی، تو برنده‌ای. پدرم هرگز نمیخواست در محله منهتن ساختمان سازی کند. او فکر میکرد آنجا محله خیلی گرانی است. او میگفت اگر میتوانم 1 متر مربع زمین را در بروکلین $10 بخرم، چرا باید در منهتن هزاران دلار بابتش پول بدهم؟ این یک فلسفه متفاوت بود که خیلی ها به آن اعتقاد نداشتند، اما برای او ثمر بخش بود. وقتی تصمیم گرفتم به منهتن بروم، 5 سالی میشد که در تجارت خانوادگی ترام کار میکردم. بعضی از منتقدان گفتند که موفقیت من در نتیجه ثروت فامیلی بوده است. اما این ثروت حتی به اولین طرح ساختمانسازی من در منهتن نیز نرسید. من مجبور بودم $10 میلیون از سرمایه‌گذاران این صنعت قرض کنم. در واقع پول پدرم نبود که باعث موفقیت من شد. چیزی که پدرم به من داد شناخت و آگاهی بود، نه پول. وقتی در دانشکده بودم گاهی به فیلمسازی فکر می‌کردم، اما هر وقت با دوستی درباره املاک و ساختمانسازی صحبت می‌کردم، در جوابم میگفت چرا وقتی اینقدر راجع به ملک و املاک می‌دانی می‌خواهی به دنبال فیلمسازی بروی؟ خلاصه اینکه بله، پدر من 1 میلیونر بود، اما اگر فقط به من پول داده بود و چیزی از تفکر تجاری و اقتصادی به من نیاموخته بود، هرگز نمی‌توانستم میلیون‌ها میلیون پول او را به باشگاه بیلیونرها برسانم. خیلی دلم میخواست به شما بگویم که اعضای این باشگاه به طور مرتب همدیگر را در عمارت مجلل ساحلی مارالاگو در فلوریدا ملاقات میکنند و در حالی که خاویار و غذاهای اعلی میخورند درباره طرحهای خود صحبت میکنند و قراردادهای آنچنانی میبندند. اما واقعیت این است که من ترجیح میدهم به جای خاویار استیک بخورم و در طول این سالها فقط 20 تن از اعضای این باشگاه را دیدم. آن هم در زمین گلف و بیشتر مایل بودیم درباره بازی حرف بزنیم تا دارایی و سرمایه خالصمان. با وجود این درباره اغلب این دوستان مطالعه کردم و آنچه را که آنها درباره من نوشتند خواندم. در مقاله‌ای برای مجله فوربس نوشته ماتیو هرپر به نقل از رابرت بارون، روانشناس پلیکلینیک تخصصی رنسلیر، گفته شده است ما افرادی با نفوذ و دارای مهارت‌های اجتماعی قوی هستیم که از این جاذبه و نفوذ جادویی برای فروش و معامله استفاده می‌کنیم. در همین مقاله از قول کلی شاور، استاد روانشناسی دانشکده ویلیام و ماری، نوشته شده است که ما اهمیت نمی‌دهیم دیگران درباره ما چه فکر می‌کنند. خانم شاور میگوید آنها فقط به کاری می‌پردازند که انجام می‌دهند و از فعالیت‌هایشان خوشحالند. من هم با ایشان موافقم. برای مثال پدر من فکر می‌کرد که در منهتن ضرر خواهم کرد، اما من به حرف او گوش نکردم، چون بینش خود را داشتم و می‌خواستم کار خود را انجام دهم. یکی از بیلیونرهای مورد علاقه من وارن بافت است که او نیز از بینش خود پیروی می‌کند. او در دوران تب طلا همرنگ جماعت نشد و اگرچه بسیاری از بزرگان او را به این دلیل که همچنان به شکل یک سرمایه‌گذار سنتی باقی مانده است به باد انتقاد گرفتند، اما مقاومت کرد و تسلیم موج عمومی نشد. اکنون وارن دوباره مثل یک نابغه به نظر می‌رسد. یکی از نکاتی که درباره او به راستی تحسین برانگیز است این است که در طول تمام سالهایی که مدیر تشکیلات برکشایر هاتاوی بوده است حتی یکی از سهام شرکت خود را نفروخته است.
یکی دیگر از نظریه پردازان این زمینه به نام مایکل مکی روانشناس و مشاور اعتقاد دارد که بیلیونرهایی مانند جف بزوس، استیو جابز و تد ترنر تا حدودی موفقیت خود را مدیون این هستند که به نوعی خودشیفته‌اند. خودشیفتگانی که استعداد خود را با تمرکز و سرسختی صرف به دست آوردن امیال خود کردند، حتی اگر گاهی به بهای از دست دادن یا لطمه زدن به اطرافیانشان بوده است. مکی در کتاب خود به نام خودشیفتگی مؤثر شما را متقاعد می‌کند که اگر بخواهید تجارت را شروع کنید، خودشیفتگی می‌تواند ویژگی مفیدی باشد. به طور معمول فرد خودشیفته نظریات منفی و مخالف را نمی‌شنود. من به حرف مردم گوش می‌دهم، اما نظر خودم چیز دیگری است. ریچارد کنیف در کتاب تاریخچه طبیعی ثروت مطلب را به این صورت بیان می‌کند. به طور معمول در تیپ‌های شخصیتی آلفا اراده و عزم قاطعی دیده می‌شود که از آن برای تحمیل دیدگاه‌هایشان به دنیا و اعتماد غیرمنطقی به تحقق اهداف غیرمعقول که گاه به سرحد جنون کشیده می‌شود استفاده می‌کنند. ریچارد عبارتی را از مایکل لوئیس درباره جیم کلارک از کتاب نکته‌های جدید نقل می‌کند. او کسی بود که همیشه بازی جنگ خروس را می‌برد، چون حریفان او گمان می‌کردند جیم به راستی از کله زدن لذت می‌برد. من شک دارم که جیم از برخورد کله‌ها لذت می‌برده است، اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که متقاعد کردن حریفانش به این باور ارتباط زیادی با برنده شدن او داشته است. در اینجا من 10 شیوه تفکر برگزیده بیلیونرها را برایتان بازگو می‌کنم. به دنبال مسافرت رفتن و استراحت کردن نباشید. چرا؟ چون اگر از کار خود لذت نمیبرید و به دنبال فرصتی برای فرار از آن هستید، در آن کار موفق نمیشوید. من حتی وقتی گلف بازی میکنم به تجارت میاندیشم. هیچ وقت و در هیچ حالت دست از تجارت نمیکشم و در هر حالی به راستی از آن لذت میبرم. اکنون که فرزندانم هم به تجارت خانوادگی پیوستند، احساس می‌کنم از همیشه به آنها نزدیکترم و دوست دارم همانطور که پدرم با من رابطه داشت با آنها رابطه داشته باشم و می‌دانم که فقط از طریق شور به انجام رساندن درست فعالیت‌ها می‌توان به این هدف دست یافت. به هر حال من در میان رقبای خود تنها کسی نیستم که به مسافرت نمی‌رود. دوست و هموطن عزیزم جی لینو نیز به همان اندازه که من کار می‌کند و به مسافرت هم نمی‌رود و شاید به همین دلیل است که سال‌هاست در تجارت خود حرف اول را می‌زند. سعی کنید مدت زمان تمرکز خود را به حداقل برسانید. اغلب افراد موفق روی موضوعات مختلف تمرکز کوتاهی دارند، به این معنی که لازم نیست مدت زمان زیادی برای تمرکز روی یک موضوع وقت بگذارید. این موضوع ارتباط زیادی با قدرت تخیل یا تصور دارد. اغلب اوقات که با کسی صحبت می‌کنم قبل از آنکه حرف بزند می‌دانم چه می‌خواهد بگوید. پس از آنکه 2-3 کلمه اول از دهانش بیرون می‌آید 40-50 کلمه بعدی را حدس می‌زنم. بنابراین سعی می‌کنم با درک موضوع هرچه سریعتر آن را فیصله دهم. با این روش شما می‌توانید سریعتر کارهایتان را انجام دهید. بیش از مدت زمانی که باید بخوابید نخوابید. من اغلب شبها فقط 4 ساعت میخوابم. ساعت 1:30 شب به رخت خواب میروم و ساعت 5 صبح برای خواندن روزنامه بیدار میشوم. به خواب بیشتری نیاز ندارم و همین 4 ساعت به من اشتیاق رقابت میدهد. دوستان موفقی دارم که شبی 10 ساعت میخوابند. از آنها میپرسم که چطور میتوانید با افرادی مثل من که فقط 4 ساعت در شبانه روز میخوابند رقابت کنید؟ به هر حال این موارد به ندرت اتفاق میافتند. یادتان باشد مهم نیست چقدر تیزهوش یا نابغه باشید. در روز برای موفق شدن وقت زیادی ندارید. ممکن است سوال کنید که چرا به اشتیاق رقابت نیاز دارید؟ اگر با عادی بودن مشکلی ندارید و همینطور هم شاد هستید، نیازی به این اشتیاق ندارید. ریچارد کنیف در کتاب تاریخچه طبیعی ثروت خاطرنشان می‌کند که یکی از عادتهای مشترک افراد مقتدر آن است که به دنبال تسلط هستند. حتی خصوصیاتی مانند اینکه چه کسی می‌خواهد بیشترین تلاقی نگاه‌ها را داشته باشد، می‌تواند نشان دهنده این باشد که چه کسی
به دنبال تسلط بر مکالمه است. حنیف مرا به عنوان کسی که می‌خواهد از طریق ظاهرش تسلط به دست آورد از میان بقیه برمی‌گزیند و مثال می‌زند. او معتقد است که من با مرتب نکردن ابروهایم سعی می‌کنم در مذاکره با شرکایم آنها را مرعوب و تسلیم کنم. باید بگویم خوشحالم که نظری درباره موهایم نداده است. زیاد به فناوری وابسته نباشید. اغلب آنها غیر ضروری و گران هستند. من روی میز کارم رایانه ندارم. برای صدا کردن کارمندانم از آیفون مرکزی استفاده نمی کنم. وقتی با کسی کار دارم داد میزنم و صدایش میزنم. هم بهتر است و هم سریعتر. من حتی کارت آبربانک هم ندارم و در عمرم یک بار هم از آن استفاده نکردم. یک نکته جالب راجع به پولدار بودن این است که وقتی به رستوران میروم به ندرت مجبور میشوم پول بپردازم. اغلب مهمان هستم. در این مواقع به این فکر فرو میروم که چرا به کسانی که پول ندارند چون این محبت هایی نمی شود. فقرا مجبورند پول هرچه را میخورند بپردازند. منظور این که زیاد به آبربانک نیازی پیدا نمی کنم. البته می دانم که چرا مردم کارت های آبربانک را می ستایند. اما دیگر ابزارهای فناوری غیر ضروری هستند و فقط سر راه انسان ها قرار می گیرند تا ارتباط ها را کمتر کنند. اگر می خواهید چیز مهمی به کسی بگویید مستقیم به چشمهایش نگاه کنید و بگویید. اگر خیلی برایتان مشکل است تلفن را بردارید و طوری حرف بزنید که احساس شما در صدایتان موج بزند. پیام کوتاه یا ایمیل دادن ابلهانه است. خود را همچون ارتشی یک نفره در نظر بگیرید. شما هم فرمانده اید و هم سرباز. باید به تنهایی برنامه ریزی و به تنهایی آن را اجرا کنید. به طور معمول مردم تجارت را به جنگ یا ورزش تشبیه می کنند. زیرا اولین قیاس یا شباهتی است که به ذهن ما می رسد. نه اینکه به واقع تجارت سخت و طاقت فرسا باشد. نه، اینطور نیست. در تجارت بیشتر باید باهوش باشی تا قوی. من تاجران بسیار بدی را میشناسم که سختگیر و خشن هستند اما باهوش و زیرک نیستند. آنها سعی میکنند مثل وینسی لومباردی بازی کنند اما نمیدانند چطور ببرند. لومباردی به حریفانش ضربه میزد، حتی به صورتشان. او حریفی 300 کیلویی را به زانو انداخت. او میتوانست این کار را بکند چون در آخر برد با او بود. بنابراین شما هم زمانی می توانید این کار را انجام دهید که بدانید برد با شماست. میلیونر شدن مثل برنده شدن است. کتاب تاریخچه طبیعی ثروت پر از مثال افراد ثروتمند و متنفذ است. کنیف می نویسد لاری الیسون با کشتی خصوصی خود از استرالیا تا تانزانیا سفر کرد. استیو فاست با بالون دور دنیا سفر کرد و دنیس تیتو برای سفر به فضا با یک موشک روسی 20 میلیون دلاری پرداخت. همه آنها به نوعی خود را به نمایش گذاشتند. از دیدگاه بیولوژیکی آنها درگیر نوعی رفتار نمایشی بودند. حیوانات همیشه در همین حالت هستند و نمایش‌های آنها مثل ما به راحتی به دو دسته تقسیم می‌شود. یا با رفتارهای جالب و شیرینکاری خود را نشان می‌دهند یا با رفتارهای خطرناک خود را به نمایش می‌گذارند. من نظریه خود را دارم که البته زیاد هم علمی نیست. ما نمایش می‌دهیم چون جالب است. سخت کار کن، سخت بازی کن و بازی زندگی را تا آخر ادامه بده. اغلب به نفعتان است که شما را دست کم بگیرم. ما هرگز نمی‌خواهیم که مردم فکر کنند بی‌عرضه یا بازنده هستیم. اما زیاد هم خوب نیست که فکر کنند باهوشترینیم. از زمانی که کتاب هنر معامله کردن را نوشتم، هر جا که با کسی مذاکره می‌کنم در برابرم گارد می‌گیرد. من معروف‌تر از آن هستم که کسی مرا دست کم بگیرد. می‌دانم خود بزرگبینانه به نظر می‌رسد، اما واقعیت دارد. ولی همیشه تحت تاثیر افراد موفقی که بسیار هوشمندانه با این سیاست زندگی می‌کنند قرار می‌گیرم. برای مثال یکی از همسایگان من در برج ترام مردی است به نام جوئل اندرسون. سالها بود که او را در آسانسور می‌دیدم و به هم سلام می‌کردیم. اما چیزی راجع به او نمی‌دانستم. روزی به محل کارم زنگ زد و گفت آیا آقای ترام افتخار شرکت در مهمانی من را می‌دهند؟ او مردی بسیار مؤدب بود و همسری فوق‌العاده داشت. با خود فکر کردم چرا نباید بتوانم برای مدت کوتاهی در خانه‌اش مهمان باشم. وقتی به مهمانی رسیدم از اینکه خود را در میان عده‌ای از مشهورترین و متنفذترین افراد نیویورک از جمله اس آی نیوهاوست
و آنا وینتور دیدم بسیار تعجب کردم. خیلی زود متوجه شدم که جوئل اندرسون آرام و بی سر و صدای ما مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آژانس خبری اندرسون یکی از بزرگترین توزیع کنندگان روزنامه و مجله در کشور است. او یکی از قدرتمندترین و افتاده ترین مردانی است که من میشناسم. سالها با او با یک آسانسور بالا میرفتم ولی هرگز نمیدانستم که کیست و چه جایگاهی دارد. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. امیدوارم که اگر به موضوعات مربوط به بازاریابی و کسب و کار و راههایی به دست آوردن ثروت و میلیونر شدن علاقه دارید، حتما این کتاب آقای ترامپ رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.